سلام. بچه شاه یا سان آفت شاه توی یکی از ویدیوهای اخیرش یه پیام داد که استثناءً با هممیهنانم شروع نشد. دلاوران گارد جاویدان. مخاطب این پیام یه موجودات موهومی به اسم گارد جاویدان بودن که اسمش رو از روی نیروی منفور گارد جاویدان بابای دیکتاتورش برداشته، ولی خودش انتظارات زیادی ازشون داره. در 3 ماه گذشته هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما مؤثر در سراسر ایران جلوه‌های درخشان از دلاوری آفریده اید. آنچه شما کرده اید برای سده‌ها روایت خواهد شد. چی شد؟ چی رو باید توی سده‌های آینده روایت کنن؟ اگر منظورت از حماسه‌های ثبت شده گارد جاویدانت این فیلم هاست که اون موقع اون 3-4 ماه پیش وایرال شده بود، که این فیلم های هوش مصنوعی حتی برای کار با هوش مصنوعی هم حماسه محسوب نمیشه. یعنی الان ملت فیلم های بهتر از این درست میکنن. بجز اینا هم که ما فیلمی از گارد جاویدانت ندیدیم که جلوه درخشانی داشته باشه. خودت هم که توی این مدت بعد از قیام هیچ جا در هیچ ویدیویی اشاره‌ای به گارد جاویدان نکردی. هر جا میرفتی تو همه مصاحبه ها فقط نگاهت به بیرون بود. What changes the odds in favor of the people that can finally take over the system and push to a complete collapse depends on calculated strategic strikes against these institutions. And those would be American strikes? It would be, well, it could be an American strike, it could be Israeli strike, it could be whatever. The Iranian people now are looking as the cavalry coming, because we can only hold the fort up to a point. حالا اینکه اصلا چنین افراد موهومی به اسم گارد جاویدان چقدر واقعی هستند و چقدر روی زمین وجود دارن اینا بماند، ولی مأموریتی که میخواد بهشون بده مهمه. اینو گوش کن. از شما میخواهم به هر شکل ممکن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را بیش از پیش فرسوده و تضعیف کنید. حالا الان آدمای مثلا گارد جاویدان چطوری این نیروهای سرکوب رو فرسوده کنن؟ چطوری تضعیف کنن؟ تو آبشون نمک بریزن، تو غذاشون شن بریزن، تغذیه‌شون رو مختل کنن، کنارشون شبا بوق بزنن نذارن بخوابن، باشون قایم موشک بازی کنن، یا برن بغلشون شعار جاوید شاه بدن خسته بشن. که از این تصاویر به نظر نمیاد که اصلا از این شعار نیروهای سرکوب بعدشون بیاد. پس این اقدامات تضعیف کننده و فرسوده کننده بالاخره چی هن؟ چون قاعدتاً منظور تو کارهای جدی مثل آتش و اینا که نیست. اینا که اصلا خلاف مندیت خودته. تو که همیشه برندت خشونت پرهیزی بوده. ضمناً اضافه میکنم که از نظر متد مبارزه من همیشه روش پرهیز از خشونت و کار نافرمانی مدنی رو تشویق کردم. اگه باور نداشتم به خشونت پرهیزی که اصلا مطرحش میکردم، ولی دلیلی داره. بلکه شما در اصل اگه بخواین هزینه تغییر رو به حداقل برسونید و به خصوص که پشت سر حرکات هایی که بر مبنای انتقامجویی و کشت و کشتار پایه‌ریزی بشه، اغلب نتیجه دموکراتیک از تهش در نمیاد. یه حکومت دیکتاتوری رو با یه حکومت دیکتاتوری دیگر جایگزین میکنید. پس با این دیدگاه قطعاً منظور همون توی خونه نشستن و با پاسدارها جاوید شاه گفتن و دیگه ماکسیموم بخوام بهت بگم با ماشین که میرسی بهشون از دور نور بالا بزنی تو چشماشون که فرسوده‌شون کنی. تو خود این پیام هم این تناقض بچه شاه کاملا پیداست که خودش دقیقاً نمیدونه که چی داره میگه و چی میخواد، ولی میدونه که نمیخواد کسی بیاد توی خیابون. در نظر داشته باشید که این فراخوانی برای تظاهرات خیابانی نیست. حالا گوش کنین با یک نرمش قهرمانانه از خشونت پرهیزی تا کجا میره جلو. بلکه فراخوانی به شما جوانان گارد جاویدان برای وارد آوردن ضربه‌های هوشمندانه و مؤثر به سرکوبگران خسته و فرسوده است. پس خشونت پرهیز دیروزی دنبال یک ضربه هایی هست که هم هوشمندانه باشه و هم مؤثر. حالا اگه گفتیم برای چی؟ تا راه برای حضور میلیونی ملت ایران در خیابانها هموارتر شود. خلاصه و بی‌تعارفش اینه که از ما بهتران بیان یه کارهایی بکنن که این بتونه جاوید شاه رو توی بوق بکنه، ولی همینجا هم دچار تناقض میشه که جواب جونهای از دست رفته در جنگ رو چجوری بده که مثل فراخوان 18 و 19 نشه. گوش کنید که چه فرمول خوبی پیدا کرده. در این حال حفظ جان خود را در اولویت قرار دهید. در این حال حفظ جان خود را در اولویت قرار دهید.
پس از هوش مصنوعی به ضربه هوشمند ارتقا پیدا کرده و در عین حال میخواد از مسئولیت اون فراخوان احمقانه قبلی در دیما هم در بره. برای مالکشی اون فضاحتی که اون موقع خلق کرد، این بار مدام تلاش میکنه که بگه این دفعه دیگه بیگدار به آب نمیزنه. این اقدامات تا زمانی ادامه خواهد داشت تا اینکه باید منتظر بود و فراخوان نهایی شاهزاده رضا پهلوی رو شاهد باشیم. اما این فراخوان شاهزاده در یک فضای امنی صادر خواهد شد و بیگدار به آب نخواهند زد. پس این یعنی دفعه قبل بیگدار به آب زد، یا بهتره بگیم که از حول حلیم توی دیگ افتاد. اگر یادتون باشه اعتراضات از هفته دی توی بازار شروع شد. بعد از 10 روز که مردم توی خیابون بودن، شهر آزاد کرده بودن، فرمانداری گرفته بودن، شهرستان فساد 10,404 دم ملت گرم. یک دفعه بچه شاه وارد میشه و فراخوان میده برای تجمع در روز 18 دی که در واقع اینجا پاس گل رو میده به خامنه ای. چرا؟ الان برای توضیح میدم. ببین، تا قبل از 18 دی با وجود اینکه اعتراضات تقریبا به تمام استانهای ایران گسترش پیدا کرده بود و خیلی هم رادیکال شده بود، ولی خامنه ای بهانه‌ای برای راه انداختن کشتار بیدنده و ترمز نداشت، چون اعتراضات از چتر مشروع اعتراض به گرانی برخوردار بود و اگر یادتون باشه توی اون روزها توی تبلیغات حکومتی هم ادبیاتشون یه جور دیگه بود. برید از مردم بپرسید ببین کی رو قبول دارن، چی رو قبول دارن. بپذیریم که باید حرف مردم رو گوش بدیم. امروز آقای دکتر پزشکیان دستور دادن به نهایت با مردم معترض هیچ برخورد امنیتی با مردم معترض، کسانی که اعتراض دارن، هیچ برخورد امنیتی با گفتگو اجازه ندهید که اعتراضات مردمی که اعتراضات به حقی هم هست توسط دیگران مصادره بشه. همونطوری که رهبری فرمودن اغتشاشگر با معترض متفاوت. حتما ما صدای معترضین میشنویم و حتما هم رئیس جمهور در وقت مقتضی با مردم صحبت خواهد کرد. تعداد شهدای قیام هم تا قبل از 18 دی در همه منابع بیش از چند ده نفر نبود، اما فراخوانی که بچه شاه داد بهترین فرصت رو به خامنه ای داد تا کشتار وحشیانه خودش برای سرکوب قیام رو کلید بزنه. با این روایت سازی که نیروهای تروریستی خارجی وارد شدن و این دیگه اعتراض مردم نیست، بلکه اینها نیروهای بیگانه اند، چون وابستگی بچه شاه هم که چیزی پوشیده ای نیست. با این بهانه از همون شب 18 دی خامنه ای اینترنت رو قطع کرد و کشتار وحشیانه رو آغاز کرد. صبح روز بعدش هم اومد اینو گفت: در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه شدی، برای بیگانه که کار کردی ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. سوال مهم اینجا اینه که آیا بچه شاه از اینکه کشتار از 18 دی شروع شده مطلع بوده یا نه؟ با وجود اینکه اینترنت قطع شده بود، ولی در نخستین ساعات روز جمعه 19 دی اولین فیلم از کشتار مردم در فردیس کرج در کانال‌های تلگرامی منتشر میشه. امروز 18 دی فردیس، ببینید مردم رو چیکار کردن. 18 دی فردیس 10 نفر مردن. لعنت بهشون. 18 دی فردیس تا نوشا مردم رو کشتن. این کشتار یک اتفاق غیرقابل پیش بینی نبود و همون روز هم کسانی به بچه شاه این هشدار رو داده بودند. خود من شخصا از یک طریق همونجوری که گفتم و نوشتم، از این طریق خیلی مطمئن 18 دی پنجشنبه بود فکر کنم، 18 دی ماه زنگ زدم، اونها زنگ زدن، گفتم کار مهم دارم، اونها زنگ زدن، گفتم به ایشون بگید این کارو نکنن. ما میدونیم برنامه کشتار در دستور کار قرار گرفته. کشتار رضا پهلوی منظورتونه؟ بله. به رضا بگید که ما میدونیم یه همچین برنامه‌ای در دستور قرار گرفته. فراخوان ندید امشب، نکنید این کارو. خونریزی خواهد شد در ابعاد گسترده و این خونریزی از لحاظ اخلاقی پای شما نوشته خواهد شد. در نتیجه مسئولیت اخلاقی ایشون به میان خواهد آمد. گوش نکرد. اما درست 2 ساعت بعد از انتشار فیلم کشتار 18 دی
بچه شاه در روز 19 دی ویدیو میده و به طرز فرصت طلبانه‌ای واقعیت رو وارونه جلوه میده. برای خیلیاتون مشخص شد که با تعداد انبوه جمعیت نیروهای سرکوب به عقب رانده میشوند و احتمال سرکوب رو به حداقل میرسانید. برای آنهایی که تردید داشتید جمعه شب همراه باشید با سایر همیهنانتون تا حتی جمعیت بیشتر بشود. پس ببین اینا رو وقتی میگه که اینترنت قطع شده، خامنه‌ای فرمان کشتار رو رسما اعلام کرده، فیلم کشتار رو هم دیده. این در حالیه که بعد از ظهر همون روز 19 دی خودش توییت میزنه خطاب به رئیس جمهور آمریکا و به زبان انگلیسی این پیام رو میده. آقای رئیس جمهور، این یک فراخوان فوری و بیدرنگ برای جلب توجه، حمایت و اقدام شماست. دیشب میلیون‌ها ایرانی شجاع را دیدید که در خیابان‌ها با گلوله جنگی روبرو شدند. امروز آنها نه تنها با گلوله بلکه با خاموشی کامل ارتباطات مواجه هستند. علی خامنه‌ای می‌خواهد از این قطع ارتباطات برای کشتار این قهرمانان جوان استفاده کند. من مردم را به خیابان‌ها فرا خواندم تا نیروهای امنیتی را با شمار زیاد خود مغلوب سازند. مردم ظرف 1 ساعت دیگر دوباره در خیابان‌ها خواهند بود. لطفاً برای مداخله آماده باشید. پس نگاه کن، توی یک روز رو به داخل کشور میگه دیدید دیشب هیچ اتفاقی نیفتاد، پس امشب هم میتونید برید، بیشتر هم برید، هیچ کس باهاتون کاری نداره، برید. ولی در همون روز دست به دامن رئیس جمهور آمریکا میشه و میگه دیشب گلوله جنگی زدند، امشب هم میزنن، یالا زود باش جنگ رو شروع کن، مگه نگفتی اگر بکشن تو میزنی، پس بیا بزن. اما ماجرای بچه شاه به همینجا هم ختم نشد. در حالی که در شبانگاه جمعه 19 دی بزرگترین کشتار قیام کنندگان به دست اوباش و وحوش خامنه‌ای انجام شد، درست در همون نیمه شب هم فیلم‌های اون منتشر میشه. تیر جنگی زدن، حرومزاده ها تیر جنگی زدن به دختر مردم، نگاه کن جنگی میزنیم، به قرآن نگاه کن تیر جنگی زدیم. و با وجود اینکه خودش روز قبل توییت زده بود که قرار شب کشتار انجام بشه، ولی باز در صبح شنبه 20 دی ویدیو میده دیشب خوب اومدید بیرون، بازم بیاید شنبه و یک شنبه هم بیاید، این دفعه عکس منم با خودتون بیارید. حضور دگرباره و پرشکوهتان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه از همه شما می‌خواهم امروز و فردا شنبه و یک شنبه 20 و 21 دی ماه این بار از ساعت 6 بعد از ظهر با پرچم، تصاویر و نمادهای ملی به خیابان‌ها بیایید. یعنی درست در همون لحظاتی که مردم صبح شنبه دارن در بین اون کیسه های سیاه دنبال جسد بستگانشون میگردن، این داره میگه امشبم بیاید عکسم بیارید. کدوم عکس؟ عکس کی رو بیارید؟ معلومه دیگه عکس خودش. حالا دقت کنید، اولین تصاویر از همون کیسه های جسد و کهریزک حتی با تخمین 2000 نفر کشته در همون شب 20 دی منتشر میشه. آقا چرخ خالی کن بیار آقا. اما با وجود این تصاویر 2 ساعت بعد از انتشار این خبرها باز بچه شاه ویدیو میده و اینطوری وارونه‌گویی میکنه. شما با حضور گسترده و شجاعانه در خیابان‌های سراسر ایران برای سومین شب پیاپی دستگاه سرکوب خامنه‌ای و رژیمش را به شدت ضعیف‌تر کرده اید. گزارش‌های معتبری به دست من رسیده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای مقابله با جمعیت میلیونی مردم در خیابان‌ها با کمبود شدید نیرو روبروست. من ضمن تأکید دوباره بر فراخوان دوم خود برای ساعت 6 بعد از ظهر امروز یک شنبه 21 دی ماه از همه شما می‌خواهم که به صورت گروهی با دوستان و اعضای خانواده به خیابان‌های اصلی شهرها بروید. تازه گزارش‌های معتبر به دستش رسیده اینا رو گفته ها. در حالی که مردم دارن در بین کاورهای سیاه دنبال اعضای خانوادهشون که به دست خامنه‌ای کشته شدن میگردند، این هنوز به امید رسیدن به تاج و تخت میخواد به خامنه‌ای زمینه بیشتری برای کشتن بده. بی دلیل نیست که وقتی ازش سوال میکنند که نسبت به این کشتار احساس مسئولیتی نمیکنی، با سنگدلی تمام میگه اینا تلفات جنگی بودند. The death toll is rising in Iran. I mean, is it responsible to be sending citizens in Iran to their deaths? Do you bear some responsibility? As I said,
As I said, this is a war, and war has casualties. I didn't ask the people to come to the streets to fight against the regime because I wanted so. پس در قیام دی‌ماه بچه شاه با فراخوان‌های فرصت طلبانش زمینه رو فراهم کرد و دروغ‌هایی هم که در مورد گارد جاویدان و اون 50,000 نیروی ریزشی QR کدیش میگفت همه پوچ از آب در اومد. به جوانان گارد جاودان ایران و همه نیروهای مسلح و امنیتی که به پلتفرم همکاری ملی پیوسته‌اند میگویم ماشین سرکوب را بیش از پیش کند و مختل کنید. پس مشاهده میکنید که این فراخوان به گارد جاویدان موهوم و اون نیروهای ریزش خیالی رو همون موقع روز 20 دی هم بچه شاه یه بار داده بود که برید بزنید نیروهای سرکوب رو مختل کنید. اگر اون روز پیامش پایی در واقعیت داشت ممکنه که این فراخوان اخیرش به گارد جاویدان هم اثری بذاره. تنها سوالی که باقی میمونه اینه که چی شد که بچه شاه دوباره الان یاد گارد جاویدانش افتاد؟ پاسخ شاید این باشه که چون دیده این روزها در فضای رسانه‌ها در این مرحله از جنگ بحث نیروی در میدان خیلی مطرح شده، یا صحبت از تسلیح مقاومت ایران میشه، یا حتی بعضی‌ها راه چاره رو در مسلح کردن مردم میبینند. On peut décapiter la tête, mais s'il n'y a pas de révolution qui part du peuple, on peut rien faire. Le problème du peuple iranien aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas armé. Toutes les armes sont dans les mains du régime des mollahs et des gardiens de la révolution. Donc, si les États-Unis, Israël et peut-être la France, voyons voir si elle va se réveiller, veut un changement de régime en Iran, il faut armer la population. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a une population expatriée iranienne assez nombreuse dans le reste du monde. Elle doit probablement retourner sur place, armée et financée, pour faire tomber le régime et instaurer je ne sais quel régime. Mais sans le peuple iranien, il n'y a pas de révolution. و در شرایطی که خیلی ها صحبت از نیروهای آماده‌ای در میدان می‌کنند، Ce régime, il est réellement dans une impasse aujourd'hui. Il est très affaibli, il est en mode de survie et il sait parfaitement que le prochain soulèvement, alors pas sous les bombes évidemment, mais le prochain soulèvement, couplé avec le rôle de plus en plus important de la résistance qui s'est organisée avec les unités de résistance notamment liées aux Moudjahidines du peuple en Iran, ce prochain soulèvement peut amener le renversement du régime. The Iranian resistance that have been fighting this regime for the past 47 years is an element of, probably the most important element of this fight that is less talked about. National Council of Resistance of Iran has been fighting this regime for the past 47 years. Yes. And they are the only legitimate group that could possibly take over these palaces and headquarters and bring the downfall of this regime. بله، در این شرایط بچه شاه هم خواسته با این پیامش بگه که ما هم مثلا در میدان نیروی رزمی سازماندهی شده داریم، اما در عمل گارد جاویدانش هم چیزی بیشتر از اون لشکرهای خیالی QR کدی نخواهد بود. واقعیت رو اگه بخواین خیلی ساده و روشن میشه فهمید که به آمریکا و اسرائیل میگه شما رژیم رو سرنگون کنید، منو با مدل چلپی مثل بابام برگردونید به ایران. وقت بخیر و خدا نگهدار.